در قرآن 10 چیزی که در قرآن آمده که اگر کسی اینها را انجام بده رزق و روزیش زیاد میشه. هیچ شک و تردیدی هم در این نیست. من همیشه تلاش میکنم که فقط کوشش بکنم از قرآن و از احادیث صحیح خدمت عزیزان برنامه را ارائه بکنیم تا که برای کسی شک و شبهه‌ای نماند. این 10 چیزی که رزق و روزی انسان زیاد میکنه چی است؟ 1. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر نعمت را به جا بیاورید الله میگه لازیدنکم، اضافش میکنه. یعنی خود سپاسگزاری به شکران نعمت مایه ازدیاد رزق و روزی انسان می شود و برعکسش ناسپاسی مایه از دست دادن نعمت می شود. 1. شکر دو نوع. یکی که شما در زبانتان همیشه از الله تبارک و تعالی تشکر میکنید، میگید که الحمدلله، قلبا سپاسگزارید که خدا را شکر در برابر نعمت هایی که داده. یکی نوع دوم شکر است که شما مثلا نعمت های خدا را در جای مصرف میکنید که خدا ناراض نشود. یعنی این شکر. این 1. دومین چیزی که رزق و روزی انسان اضافه میکند به نص صریح قرآن صدقه است. الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثال کسی که 1 روپر در راه خدا انفاق میکند مثل یک زراعتکار است که 1 دانه گندم در زمین میکارد، از او 700 دانه را به دست میآورد. یعنی از 1 روپیه شما خداوند 700 برابر برتون پاداش میده. والله یضاعف لمن یشاء. اضافتر از این الله تبارک و تعالی میفرماید که ما میدهیم. این دومین چیزی که رزق انسان اضافه میکنه چی؟ صدقه دادن است. پس نترسید، به اندازه توانتان از 1 افغانی تا هر چه که دارید. و صدقه هم تنها مال نیست که فقط بگید پول است. علمتان صدقه کنید، هنر و شغلتان صدقه کنید، وقتتان صدقه کنید.